Deutschlerner und herzlich willkommen zum Deutschlernen. سلام نفرانی که زبان آلمانی میخوانید. خوش آمدید به درس زبان آلمانی. Mein Name ist Manu Cherry. نام من منوچری است. Und wir lernen Deutsch. ما میخوانیم زبان آلمانی. Mit منوچری کوهستانی. با منوچری کوهستانی. خب درس امروزه ما das Obst است. Das Obst, میوه، Singular, مفرد، die Banane, این بنان، Artikel die، Artikel معین است، eine Banane، Artikel eine بگیم که نامعین است. به همون خاطر eine Banane، یک بنان، ما نمیدونیم کدام بنان. آیا این بنان در درخت است؟ آیا در کجا است؟ نمیدونیم. آیا در مغازه است؟ خوب. Die Orange، این اپلسین، die Orange، این اپلسین، eine Orange، یک اپلسین. Die Erdbeere، این توت زمینی، یا اینکه ساده براتون بگم این کلوبنیک، eine Erdbeere، یک توت زمینی، یا اینکه یک کلوبنیک. Die Zitrone، این لیمون، eine Zitrone، یک لیمون. Die Kiwi، چنانه که شما میدانین در روسیه هم، در تاجیکستان هم، در آلمان هم کیوی را کیوی میگن. به همون خاطر ما میگیم که این کیوی و eine کیوی، یک کیوی. خوب عزیزانی که نمیدونن کیوی چیه، خواهش میکنم دوستا بفهمونشون کیوی چیه، چون شاید در تاجیکستان بعضی نفرها تا حال ندیده باشن. این جای شرم نیست دوستا. خوب die Birne، این نوک، eine Birne، یک نوک، eine Birne، یک نوک. Die Traube، این انگور، eine Traube، یک انگور، eine Traube، یک انگور. ما و شما یک انگور نمیگیم، اما همیشه کوشش نکنین که بگیم که همه چیزا با زبان تاجیکی ترجمه بکنین، چون هر زبان روش خودش داره. خوب die Aprikose، این زردالو، eine Aprikose، یک زردالو. Die Wassermelone، این تربوز، eine Wassermelone، یک تربوز. Der Granatapfel، این انار، ein Granatapfel، یک انار، ein Granatapfel، یک انار. چنانه که شما دیدید ein der تبدیل شد به چی؟ به ein، چون der ein، die eine و das هم ein. خوب der Apfel، این سیب، der Apfel، این سیب، ein Apfel. خوب پلورال، جمع بنان می شود die Bananen، یعنی بنان ها. جمع اپلسین می شود die Orangen، یعنی اپلسین ها. die Erdbeeren، جمع توت زمینی می شود یعنی که die Erdbeeren. جمع لیمون می شود
die Zitronen یعنی پلوغال و جمع کیوی می شود دی کیویس کیوی ها و جمع ناک می شود دی بیغنن ناک ها و جمع انگور می شود دی تراوبن انگور ها. خوب، جمع زردالو می شود دی اپریکوزن یعنی زردالو ها. جمع تربوز می شود دی واسمیلونن یعنی تربوز ها. جمع انار می شود دی گرانات اپفل یعنی انار ها. جمع سیب می شود دی اپفل. یک بار دیگه خاطررسان میکنم دوستان عزیز که من روزهای اخیر مشغول در درسخوانی بودم، چنانه که میخواستم برای شما یک درس نو و جالب و بگیم که محقول دلتان بکنم که همین درس ها را بخونین دوستا. این درس اول است در این پروگرام و انشالله کوشش میکنیم که با کمک شما، با درسخوانی شما، برادرانی که در تاجیکستان با طریق زیلا این ویدیو را دسترس میکنین و درس ها را میخونین، تشکر به همتون. این بگیم که شما هستین که من امروز دارم زحمت میکشم به خاطری که شما عزیزان درس بخونید و برای ملت خدمت بکنید. دوستان عزیزی که نو در کانال ما داخل شدن همه تا خوش آمدید میگم. خوش آمدید دوستای عزیز. یک چیز دیگر میخوام بگم که دوستان، علم همیشه با خود برکت میاره. هر علمی که باشه با خود برکت داره. به همون خاطر شروع کنیم به درس خواندن. آبونه را فراموش نکنین، ویدیو را به همدیگر رای کنین چون این کار ثواب است. خوب، خدا حافظ. auf Wiedersehen, tschüss, ciao und so weiter.